تا سن 18 سالگی تو خارج از کشور 18 به بعد میزنن در کونش دختر پسر برو دنبال زندگی. پدر مادر جنابعالی تا 18 سالگی نهار مجانی، شام مجانی، گوهت جمع کردن، کونت عوض کردن، مریض شدی، تصادف کردی، دعوا کردی، کنده بازی در آوردی، گرفتنت، زدی، خوردی، مجانی برات کردن دیگه داداش من. حالا 18 سالگی به بعد تو برو 4 تا نهار مجانی برو با رفیقات بخور، ببین بهت میدن. بعد با رفیقات من سلامتی رفیقم، آها جان خواهد، رفیق ماست نخری عرق نخری ریده میشه تو رفاقت. سلامتی پدر مادرم میزنم، شادی باشه برای خانوادم. بعدن حالا اگه مس کردی بذارم میده رفیقم. رفیق پدر و مادر جیگرت برام. هیچ دختر پسر هیچ رفیقی نذار بین تو پدر مادرت بندازن. هیچ کس من ندارم. دارم به شما میگم کلید موفقیت تو خونت بغلته، پدر و مادرت.